امروز در فاکولته فیلولوژی تاجیک و ژورنالیستیک دانشگاه دولتی کلاب به نام عبدالله رودکی درسی نمونوی نامزدی علم‌های فیلولوژی سرآموزگار کافدرای ژورنالیستیک اسماعیل و فرزانه در گروه 304 اختصاصی روزنامه‌نگاری برگزار گردید. در درس علیشیر عبدالمجید مدیر کافدرای ژورنالیستیک، مراد جمیل جانشین دکان اوید به تربیه فاکولته، گدای و فیروزه اسیستنت کافدرا و دانشجویان اشتراک نمودند. نخست درس را معلمه اسماعیل و فرزانه آغاز نموده اوید به موضوع درس که فعالیت روزنامه‌های تاجیکی در ازبکستان نام گرفته بود سخنرانی نموده ضمن برآمدشان قید کردند که امروز در جمهوری ازبکستان روزنامه و نشریه‌های صرف تاجیکی هم فعالیت می‌نمایند. یکی از آنها این آواز سمرقند نشریه شورای نمایندگان خلق و حاکمیت ولایت سمرقند به حساب می‌رود که از 1 ژانویه سال 1990 این جانب نشر می‌گردد. از سال 2015 این جانب با تشبث فعالان ولایت روزنامه آواز سمرقند هفته 2 مرتبه نشر می شود. روزنامه آواز سمرقند در اساس شریکی اجتماعی در بابت تکمیل اختصاص روزنامه‌نگاران، یاری رسانیدن به سابقه‌داران ساحه و کارمندان نیازمند، دستگیری ژورنالیستان جوان، نشر کتاب‌های اولین آنها کارهای نظررس را به انجام می‌رساند. از جمله در دوام سال اخیر برای بیش از 100 نفر فخریان و نیازمندان در اساس سرپرستی روزنامه‌ها به پول داده شد. باید گفت که آواز سمرقند به منبر تربیت معنویات جوانان تبدیل یافته در آن مقاله‌های دانشجویان مؤسسه‌های تعلیمی ولایت که آدم را به ملاحظه نمودن بیدارفکری وادار می‌سازد نشر می‌گردد. سپس دانشجویان رشته روزنامه‌نگاری عاید این موضوع برآمد نمودند. در آخر درس با سوال و جواب و بحث و مناظره خاتمه یافت.